برای آنکه کودکان خود را واقعا نجات بخش احساس کنند کلاه و کمزولی مخصوص پوشیدند. آنها از جریان آموزش راضی به نظر می رسیدند. نجات بخشان کسبی به کودکان طرز درستی گذاشتن خیمه و رساندن کمک اولیه را نشان دادند. هدف از تشکیل چنین دوره آموزشی آماده کردن کودکان به حالتهای فوق‌العاده است. ما رو به اینجا آوردن تا اینکه ما چیزی رو یاد بگیریم. بیمار رو نجات دادنش، دویدنش، از بندها برآمدنش، لیسنس برآمدنش، همش به من مقبول شد. همه لباسا معقول شد. اگر کثافت چه وقت خلاصش بکنیم. کارمندان مرکز نجات دهی امید دارند که از دهها کودکی که در برگزاری روزهای باز با فعالیت آنها آشنا شدند، برخی از آنها به این پیشه توجه خواهند کرد. آنها با این کسب آشنا می شوند. می بینند که فعالیت خدمات از چی عبارت است. چون که بیشتر نجات دهندگان و افسران هم به مثل آنها بعد ختم مکتب و خدمت در ارتش این کسب را اختیار نمودند. همه برای خودشان جایگزین آماده می کنند. به نورسان همچنین امکان دادند که از نزدیک با وسایل نجات دهی آشنا شوند. به آنها فیلمی هم درباره کار نجات دهندگان نمایش داده شد که تا چه حد دشوار و مسئولیت‌ناک بودن این پیشه را نشان می‌دهد. مقصد نمایش دادن کار ما در شرایط مختلف از جمله در دریا و هنگام صدمه‌های نقلیاتی بود. چگونه گروه‌های نجات بخش به طور فوری به جای حادثه می‌روند و در گرمی و سردی فعالیت می‌کنند. در پایان تمرین به نورسان شرکت‌دار با امضای رهبر کمیته حالت‌های اضطراری دیپلم‌های فخری تقدیم گردید.